اینجا شهری است گسترده در دامنه سلسله کوه‌های سحن، در منطقه‌ای بین کوهپایه‌های زاگرس و در تلاقی 3 تمدن. زمانی مرزهای حکومت‌ها به وضوح امروز نبود. از شمال به قفقاز، از غرب به اروپا، از جنوب به مابقی شهرهای ایران منتهی می‌شد و این شهر در مسیر تجارت از غرب به شرق و بالعکس در یکی از مسیرهای جاده ابریشم واقع شده بود. نام تبریز را عده‌ای اعتقاد دارند از 2 واژه تب و ریز ساخته شده، یعنی کم کننده تب. پدر بزرگ پدرم از اهالی تفلیس بود، میاد این طرف عرس، تو عرس که به ماجرای باران پایین آمدن تب همسر هارون الرشید زبید خاتون در سفر به این شهر اشاره دارد. اینو به شرط اینکه خودش مسلمون بشه بهش میگن که مسلمون بشی میتونی با این ازدواج کنی. آن را به دوره ساسانیان منسوب میکنند و اسم داروش را بر این شهر مینهند. برخی آن را شهر نورافشانی معنی می‌کنند و گفته شده به دلیل زلزله‌های فراوان شهر در جنبش و یا شهر ناراحت معنی می‌دهد. فهمیدن که پدر بزرگم کلیمی بود و مسلمان شده، بعد اسم جدیدالاسلام رو بهش دادن. اما در منابع بسیاری میگویند شهری که فقط راوی اندکی از وقایع 150 سال تاریخ دیارم هستند. این اسم در کتیبه سر چشم خود می‌دیده و برخی را نیز از بزرگانم شنیده بودم. شاردن در سفرنامه‌هایش این شهر را توریز نامیده. او می‌نویسد توریز چه از حیث عظمت و جمعیت و چه از لحاظ مکنت و تجارت اولین شهر این مملکت است. اسمها گویای شخصیت شهرها نیستند، اما میتوان گفت تبریز یکی از شهرهای پر رفت و آمد در منطقه خاورمیانه بوده و با وجود گذشت زمان هنوز بزرگترین بازار این منطقه را داراست. تقریباً هر آنچه در شهر بوده به نوعی به بازار برمیگردد. 1000 دالانی تو در تو که هنوز بعد از 1000 سال کارکرد خود را حفظ کرده است. Girdim yarın bahçasına, çiçekler atmış. O yar benim yüreğime yaralar. این رفویران در طبقات فوقانی بازار هم فرش می‌بافند و هم فرش‌های کهنه مردم را نونوار می‌کنند. Yaralar satmış. Gel 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 güzelim gel, sevirem seni. Gel 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 güzelim gel, sevirem seni yar. Eğer kısmetim olasan, alaram seni ay yar yar. Eğer kısmetim olasan, alaram seni. فرش تبریز برایم آینه آزاداندیشی است، حتی اگر به زیر پای مستبدان افتاده باشد. از سده 10 میلادی فرش تبریز به بازارهای جهان روانه می شد.
از تولید به مصرف. کفش تبریز شاید نماده دیگر این بازار است. این دستان پینه بسته و خشن روزی 500 کفش را آماده می کنند. اما خریدار کجاست؟ کفش چینی همه جا را گرفته. تبریز از دیرباز میزبان ادیان و مذاهب به نسبت‌های مختلف بوده. مسلمانان سنی و شیعه، مسیحیان ارمنی، یهودیان، زرتشتیان و آشوریان. از ابتدای قرن 16 شهر به دست شاه اسماعیل می‌افتد و با تأسیس سلسله صفویه مذهب رسمی ایران تشیع می‌شود. زمانی خطکشی‌های مرزی در این منطقه کمی گسترده تر بود. باکوی آذربایجان و تبریز در یک جغرافیای تمدنی قرار داشتند و ایران تا دوره فتحعلیشاه قاجار قفقاز را در اختیار داشت. ولی با امضای عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای رود ارس مرز ایران و روسیه شد. تبریز شهر بازاری بود که همه با آن چشم طمع داشتند. این گونه آوردند تبریز 10 زلزله مهیب را پشت سر گذاشته. مسجد کبود از زلزله سال 1780 میلادی گنبد نداشت و تا حدود زیادی نابود شد. تا اینکه از سال 1941 و با کمک‌های مردمی کار مرمت آن آغاز شد. این مسجد از میانه قرن 15 میلادی به دستور جهانشاه ساخته شد، اما اکنون شیعیان در آن نماز می‌خوانند و همزمان کاربرد موزه‌ای نیز دارد. زمانی که خط و نگارگری همچون اسطوره معنا می‌داد، صدای سم اسبان مغول به شهر رسید و آنگاه آتش بود و آتش، شورش بود و زنجیر. درست بعد از قرن 12 میلادی نابودی انگیزه این شد برای مقاومت و در نتیجه رشد هنر و پیشرفت. ربع رشیدی در اواخر قرن 13 و اوایل قرن 14 میلادی دانشسرایی بود که در منطقه مرکزیت فرهنگی داشت. اکنون بقایای اندکی از این بنا باقی مانده.
قرنها بعد در دوران مدرن به سال 1926 میرزا حسن خان رشدیه قدم پیش گذاشت و مدارس مدرن را در شهر پایه‌گذاری کرد. از عکاسای تبریز من دفعه اول که رفتم پیش آقای احمد چیابخت، ایشون عکاس خیلی ماهری بودن. ما اون زمان به عنوان یه شاگرد پادو حساب می شدیم. برش عکس‌ها اونم تازه بعد از 3-4 روز یاد دادن چه با کاتر چطوری ببریم چه دور عکس‌ها خراب نشه، تراشه نداشته باشه. برای اینکه بتونم به اصطلاح یه کمی ماهرتر بشم، زیرزمینی داشتیم که یه کرسی داشتیم، بعد لحاف کرسی رو مینداختم رو اون، میرفتم زیر کرسی، بعد زیر کرسی خودم عکس چاپ و ظهور میکردم. در میانه قرن 19 به سرعت دوربین عکاسی به ایران آمد. در ابتدا اروپاییان عکسایی از ناصرالدین شاه گرفتند. بسیاری نوشتند این ملک قاسم میرزا بوده که اولین بار عکاسی را در دربار ناصرالدین شاه رواج داد. خود شاه هم به عکاسی علاقمند بود و حتی دست به دوربین برد و عکسایی از خود گرفت. تا سالها عکاسی در خدمت دربار بود. ولی کم کم دوربین ها به خیابان ها آمدند، جایی که خروشی در حال قوت گرفتن بود. عکاسان ارمنی از دوره ناصرالدین شاه یکی از پایه‌های رونق این هنر در تبریز بودند. استپان استپانیان در دوره جنبش مشروطه به آزادی خواهان پیوسته بود و عکس‌های مهمی از این دوران به نام خود ثبت کرد. این واکنشی به دوران تاریک ظلم حاکمان بود که در دوران ناصرالدین شاه قاجار به اوج رسید، شاهکشی و بعد از آن امضاء فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه درست 11 روز قبل از مرگش، جشنی کم عمر. و دیری نپایید تا قلب بازار تبریز که همواره آبستن حوادث بسیاری بوده است مجددا شعله‌ور شد. مردم بانگ برداشتند و تفنگ به دست گرفتند. ستارخان، باقرخان. در 23 ژوئن 1908 ژنرال لیاخوف روس به فرمان محمد علی شاه مجلس را در تهران به توپ بست و در تبریز غوغا به پا شد. یازده ماه مقاومت سخت در سرما و گرما، قحطی و سفلیس، تعدادی از سردسته‌های مشروطه خواهان کشته شدند. اما آزادی خواهی پایان نیافت.
قدیمی ترین فرش بافته شده از آن ماجرا تصویری به غایت غریب است. معمایی به ظاهر ساده با نوشته هایی در مورد مشروطه در اطراف. زنده باد مشروطه، آباد باد ملک ایران. اعتراضی مخفی، زندگی روستایی ساده‌ای در میان، خانه‌ای به دور از گزند در بالاترین جا، گل و بلبل در دو سو، ملا در کنار مرد روستایی و چارپا، تصویری از یک زندگی آرام و ایدئال. در بحبوحه فتح تهران توسط مشروطه خواهان، آرزویی که باید ثبت میشد در تاریخ و شاید پیام‌هایی پنهانی در زیرش. حیف که هوا ابریه، کنتراستش الان خوب نمیشه. حالا بریم یه کمی جلوتر. شما الان این قسمت ها رو چه ملاحظه میکنی؟ اینا جای توپه، ولی بنا به قدری محکم بوده که فقط میبینین چند تا از آجراش انداخته. یعنی واقعا خیلی محکمه این بنا. حساب کنین از قرن هفتم تا حالا، از زمان که آقایونلو و گرگایونلو تو تبریز بودن این بنا درست شده. این بنا به جا مونده با این عظمتش. شهر من با اشغال بیگانه نبود، ولی با ظلم آری. قوای روس و عثمانی در جنگ جهانی اول و شوروی بعد از جنگ جهانی دوم. ارگ نمادی از مقاومت شهر در برابر زلزله‌های فراوان از قرن 14 میلادی است. گویا این بنا مقبره چارگوش بوده که اکنون تنها یک ذیل از آن باقی مانده. بر تن این بنا هنوز جای توپ‌های قوای روس مانده است. مشروطه خواهان توپ‌های خود را به بالای ارگ بردند
و تمامی مساعی خود را به کار بستند که شهر سقوط نکند. شاید مخوفترین عکسی که از دوران اشغال تبریز توسط قوای روس دیده باشم این عکس است. تعدادی از مشروطه خواهان بر سر دار. To Tabriz, near the Russian frontier, where the GOC Soviet forces in Iran watches a display by Cossack horsemen to commemorate the 24th anniversary of the Soviet Revolution, joined up with our troops during the Russo-British advance into Iran. The occasion is one which naturally produces lifelike portraits of the Union's leaders. در سال 1941 وقتی ایران از شمال و جنوب توسط قوای بریتانیا و شوروی اشغال شد، تبریز دوباره به دست روس‌ها افتاد. به دنبال آن 4 سال بعد در آذر ماه 1945 شهر به دست فرقه دموکرات آذربایجان افتاد. اما 1 سال بعد مجدداً به کنترل حکومت مرکزی ایران درآمد. از گذشته‌های دور بستن حجره‌های بازار نمادی از اعتراض بازاریان بود. در 29 بهمن 1978 تبریز دومین شهر ایران بود که کلید تظاهرات را زد. کمتر از 1 سال بعد تمام ایران فریاد آزادی سر دادند. حکومت پهلوی سقوط کرد و کمی بعد جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفت. در شلوغی اول انقلاب سالن تئاتر شیر و خورشید به همراه یکی از دیوارهای ارگ به عنوان نمادهای دوران گذشته فرو ریخته شد. تعیین سرنوشت جنگ هر چه زودتر انشاءالله با پیروزی. هنوز آرامش حاکم نشده بود که جوانان شهر در سال 1980 تفنگ به دست گرفته و در جنگی 8 ساله در برابر نیروهای مهاجم رژیم بعث عراق قرار گرفتند. به سرعت شاهگلی الگلی شد. اینجا در دوران صفوی شاهنشین بود و تا زمان پهلوی امارت مرکزی 1 طبقه بود. در مرمت‌های سال 1967 طبقه دوم بر آن افزوده شد. در سال 44 از بالای تپه‌های به اصطلاح شمالی الجلی یا شاهجلی گرفتم که این قسمت‌ها الان همش پر شده از آپارتمان و ساخت و ساز شده دیگه. اصلا الجلی در محاصره ساختمان‌ها و بتون‌ها قرار گرفته. یکی از مهمترین سنت‌ها در شهر تبریز کافه نشینی است. اولین کافه در ایران در شهر تبریز به راه افتاد. کافه ها مکانی برای استراحت و گاهی مکانی برای تفریح و بزلگویی بودند، مثل کافه تعطیل شده اشراکلر یا محلی برای موسیقی سنتی مانند کافه عاشق. از همه جدی‌تر کافه محلی برای مشروطه خواهان. کافه ها کم کم بسته شدند.
و شکل جدید به خود گرفتند. در کافه شتربان به سبک تلفیقی هنرمندان دور هم جمع می شود و در مورد آثار هنری با هم به گفتگو می پردازند. تغییرات محله ها رو به تغییرات روح شهر می رود. تغییر کاربری و فراموشی خاطرات. هنوز هم عطر قهوه این محله در ذهنم هست. سینما، قهوه و شیرینی. اینجا رو بهش میگفتن کوچه پاساژ. اون جلوتر هم بریم کافه خورشید بود. اکثر رستوران ها هم تو زارا شهناز بود. مغازه های هنری اونجا بود. اکثر نقاش ها، گالری ها اونجا بودن. یه مغازه اونجا داشتیم که مغازه بیتانا بود. بعد قهوه اونجا به مردم عرضه میکرد. این چهارراه شهناز رو که از این چهارراه رد میشدی، بوی قهوه و نسکافه آدم رو مست میکرد. راه اندازی این خیابان در سال 1940 محله ها را تغییر شکل داد و تبریز را وارد دوره دیگری کرد. بعداً در سال 1979 این خیابان به نام دکتر شریعتی تغییر نام داد. سال 1916 اولین قطار به تبریز رسید. مدرن شدن با سرعتی فزاینده خاطرات را می‌بلعد. قطار مدرنیته را آرامشی نیست. میدان ساعت از سال 1939 نماد مدرن شدن شهر بود و از همان زمان محله ها تغییر شکل دادند. این بار در بیرون از بافت قدیم شهر مدرن شدن اجتناب ناپذیر ولی از سوی دیگر کم کننده عمق، آهنین و صیقلی با نورهای رنگی نئون. شاید اگر شهریار زنده بود سرودی برای تبریز امروز برایم به یادگار می‌گذاشت. شهر تبریز است و جان قربان جانان می‌کند. سرمه چشم از غبار کفش مهمان می‌کند. شهر تبریز است کوی دلبران ساربانا، بار بگشا زشتران. این عکس که الان شما ملاحظه می‌کنین این استاد شهریار در حال شعرخوانی. خیابان راه آهن که الان به نام خیابان 22 بهمن نامیده میشه، این خیابان قبلا اسمش خیابان 4 اردیبهشت بود که این خیابان رو دارن افتتاح میکنن و استاد شهریار رو دعوت کردن که در اون افتتاح حضور داشته باشه و شعر میخونه. سال 64 استاد نخچوانی به من زنگ زدن، گفتن که میخوان کتاب استاد شهریار رو تهران کلیاتش رو چاپ کنن. عکس خواستن. زنگ زدم خدمت استاد، خودمو معرفی کردم، بعد قرار گذاشتیم رفتیم. من از استاد 5 حلقه با یه دوربین مامیا 645 که داشتم 6.4 میگرفت عکس گرفتم. دادم فیلم ها رو برای ظهور. چون فیلم ها حلقه های 120 بود باید اینا رو شماره میزدم، بعد حلقه های کاغذیشو
دورش میپیچوندن، یه چسب میزدن میبردن تو تاریخ‌خونه اینا رو ظهور میکردن. این شارژه که تازه اومده بود این مسئله رو نفهمیده بود چه کار باید بکنه. فیلم ها رو چه شماره زده بود، همینطور حلقه ها رو میز گذاشته بود. حلقه ها چه جمع میشن، با فشار جمع میشن، به تدریج باز شده بودن. از دو طرف حلقه ها و کاغذ به فیلم ها نور خورده بود. من وقتی رفتم برای دیدن فیلم ها دیدم متاسفانه 5 حلقه همشون هم خراب شدن. 2-3 روزی نتونستم با استاد تماس بگیرم، تا آنچه خودشون تماس گرفتن. من گفتم استاد فیلم ها دیدم چی بگم؟ گفتم فیلم ها در لابراتوار یه برگ رفته، یه مقدار کمرنگ شده، حالا داریم روش کار میکنیم ببینیم شاید تونستیم چاپ کنیم. بعد 2-3 روز باز زنگ زدن، گفتم استاد واقعیت اینه چه فیلم ها خوب در نمیاد. بهترین کلمه که تا عمرم شنیده بودم اون وقت به من برگشت گفت جانın sağ olsun. بیا دوباره بگیر، جونت به سلامت، بیا دوباره بگیر. هر عکس شما از شهریار ببینید اکثرا سرش پایینه. من یه عکس گرفتم گفتم استاد شما چه حیدر بابا رو سرودی مثل کوه حیدر بابا بشین، همینطور که نشست کتاب دستش نگاهش به افق یه نگاه عمیق و نافذی داره. شهریار واقعا خیلی آدم بزرگی بود، قلندر بود. هر که تبریز این بنای کهن گویا ریختندش از آهن، سر و گردن ستبر و سرد بلند، سر به گردون به سام کوه سهند، کهکشانی به طالع مریخ، تا عطارد نویسدش تاریخ. این همه زخم و ضربه خورد و هنوز سر پا برج و بالویی پیروز. بس که این پهلوان امان و امین، آسمانش نمیزند به زمین. بس که این پهلوان امان و امین. حدوداً 100 نفر از اشخاصی که من پورترهشون رو گرفتم متاسفانه از دنیا رفتن. حالا اینجا یه صحبت هم بکنم. یکی از دوستای ما به نام آقای طاهری نامی صدا پیش است. بعد یه روز با خانمش اومد عکاسی من، خانمش گفت که آقای طاهری بیا بریم. گفت چرا؟ گفت این تمام اینایی که عکساشون رو گرفته همه‌شون فوت کردن. تو هم یه مرتبه سالها از اون صحبت گذشته، ولی من افتخار دارم که تونستم مشاهیر شهرمون پورترهاشون رو ثبت کنم. محمل من سخت و جوزه 1 2 3 عیلش بیدادا سیاس بدین سالا سخت و آله. چشمانم را باز می کنم. بار دیگر در عکاس خانه خودم. چه کسانی آمدند به آتلیه من برفتند. گاه بازگشتند و گاه ماندند، سیاه و سفید با کنتراست بالا. اما استاد فروتن سید محمد حسین بهشت تبریزی شهریار هنوز صدایش در گوشم است. جانون ساولسون، جانت سلامت با. من محمد علی جدیدالاسلام عکاس تبریزی. آپاردی تاتار منی آیمان، گوleler satar məni yaraman, yarım məni istəsə yaman, axtarır
tapar məni. O nə qaş, o nə göz, o nə saçdır. Yanaram, yanaram, yanaram mən. Buradan uzaq mərağa yaman, telin gəlməz darağa yaman. Yar məni qonaq elər ayaman, bir istikan ərağa. O nə qaş, o nə göz, o nə saçdır. Yanaram, yanaram, yanaram mən. Bu nə qaş, o nə göz, o nə saçdır. Yanaram, yanaram.